რამდენი ხანია ეს შეცვლილი? 3 წელი ალბათ, მე-3 წელი უკვე მალე შესრულდება. როულები ქონდა კიდევ სწავლობთ, ანუ ხანდახან დარჩებოდა ღამე. تخمیناً 3 سال شد و چند دفتر داشت و چیزی می‌آموخت. بعضاً حتی شب درس می‌خواند. وقتی من از او پرسیدم که چی می‌آموزد گفت که زبان عربی. دیدم که در نوار ویدیوی گروه افراطی صحبت می‌کرد. می‌دونم که دین اسلام را قبول کرده است. این پسری من نیست. این حرفی دل او نیست. جوانان او را دوست می‌داشتند. او را در اینجا احترام می‌کردند. او هیچگاه خود به خود چنین غایه‌ها را در سرش جای نمی‌داد. مغز او را شستند. من مسئله را همین گونه ارزیابی میکنم. اگر او خودش در این باره فکر کند میفهمد که با اشک در چشمان من او به بهشت نمیرسد. بعضا به غضب آمده گریه را قطع میکنم، عصبانی میشوم و در چنین لحظه ها فکر میکنم که چگونه او این عمل را در مقابل من، جیانهایش، برادرهایش، عائله‌مان و دوستان و خویشاوندان سرشمار روا دیده است. همه او را دوست میداشت. او شوخ بود، ولی همه ما را با این حال محکوم کرد. خوب ما شاید طور او میخواهد پاک نباشیم، ولی چرا او ما رو بد میبیند؟ چرا این عمل رو در مقابل ما روا میبیند؟ من نمیفهمم.